بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. پیش ماه مبارک رمضان فرستنش تبریک عرض میکنم. ان شاء الله ماه پر از خیر و برکت باشه. خب مباحث و اخبار و تحلیل ها هولوش اوکراین الان پررنگه. به ذهنم رسید چند نکته رو محضر شما عزیزان عرض بکنم و میبینم بعضی از تحلیل ها توی بازی رسانه‌ای خود امریکایی‌ها و غربی‌ها افتاده. این باید ملاحظات داره، دقت کن. ببین یه مرور خیلی کوتاه بکنیم. اوکراین بخشی از شوروی بوده، یه زمانی سومین قدرت اتمی جهان بوده، یعنی به خاطر اینکه موقعیتش، خب شوروی بخش قابل توجهی از تسلیحات اتمیشو اونجا دپو کرده بود و همه چی داشت. تو جریان بعد از فروپاشی شوروی اینا پذیرفتن، یعنی کشور شدن اوکراین، پذیرفتن سلاحاشون رو تحویل بدن. خب اگر امروز میبینید ترامپ میگه تو هیچ برگی و هیچ کارتی برای بازی نداری، من که واقعا نداره. اگر شما چیزی تو دسترس شماست، ابزار قدرت شماست، فاکتور قدرت شماست، بری تحویل بدی، خب معلومه با چی میخوای بری مناظره کنی، با چی میخوای بری مذاکره بکنی. یه زمانی این بوده، اینا دو دستی تحویل دادن. هواپیما بمب افکنایی داشتن که اینا رو بعضیش رو دادن به روسا، بعضیش اصلا معدوم کردن. خیلی عجیب بود، یعنی صحنه‌های بسیار وحشتناک اتفاق افتاد. خب آرام آرام قول داده بودن البته خب غربی‌ها که سمت یعنی ناتو رو گسترش ندن سمت شوروی و کشورها که از شوروی جدا شدن، اما خب به کدوم قولشون پایبند بودن که این دفعه دومش باشه. آرام 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 از اینکه قول داده بودن یه اینچ آن طرفتر به سمت شرق نخواهند آمد، شروع کردن کشورها رو عضو ناتو کردن و پیش آمدن. خب یکی از جای بسیار مهم اوکراین به خاطر موقعیت صقل‌جشی و بسیار مهمی که در شمال دریای سیاه، خب بسیار استراتژیک و راهبردیه، زمین‌های بسیار حاصلخیزی داره، بخش قابل توجهی از تولید مواد غذایی جهان، گندم و امثال هم در کلزا و نمیدونم چه دانه‌های روغنی در اوکراین صورت میگیره و به قولی لجمن غربی رو تبدیلش کردن به لجمن خودشون. لجمن یعنی لبه جلویی میدان نبرد. خب یعنی اونجا رو اگه تثبیت بکنن، روسیه دیگه جاش نمیتونه تکون بخوره، روسیه رو پس دادن. روس ها هم با وجود تمام این اتفاقات هشدار میدادن، اما خب تو نقطه ضعف قرار داشتن. چند سال پیش درگیری شکل گرفت، خاطرتون باشه، سر شبه جزیره کریمه. دوستان لطف بکنن نقشه دریای سیاه خیلی ساده و کشورهای اطرافش رو بگذارن. نقشه اولی که این شبه جزیره کریمه هم دست اوکراین بوده، تو ببینن این شمال دریای سیاه که بدون 95% صادرات غذایی، مواد غذایی روسیه از اونجا داره صورت میگیره. خب یعنی اگر اونجا مسدود بشه، بلایی سرش بیاد، روسیه بدبخت و بیچاره است. بخش قابل توجه فقط اون نیست، نفتش هم داره از همونجا صادر میکنه و بقیه واردات صادرات نزدیک بیش از 200 میلیون تن میگن کالا از اونجا در واقع رفت آمد داره و روسا خیلی مهمه. جنوبش هم دست ترکیه یاست دیگه، دو تا تنگه اونجا دست ترکیه یاست و ترکیه از اونجا که عضو ناتو هر لحظه میتونه رو ببنده. حالا در واقع این جنوب دریای سیاه رو ناتو گرفته بوده، حالا میخواسته بیاد اوکراین هم بگیره، اوکراین عضو خودش بکنه. خب اینا یه طراحی بلند مدت کردن و نقشه جالب به نظرم کشیدن. غربی‌ها همیشه اینجوریان، یعنی روسا اینجوری نیستن، چینی‌ها اونجوری نیستن. اینا برنامه می‌ریزن برای یه کشوری از 10 سال 15 سال قبل، آرام آرام با دقت اینو پیش میبرن قدم به قدم. خب چیکار کردن؟ همزمان که اینا دارن درگیر این مسائل هستن و آرام آرام اوکراین رو سمت خودشون میکشونن، یکی از مسائل بحث صادرات روسیه از اوکراین، صادرات گاز روسیه از اوکراین به اروپا بود. همیشه یه تنشی داشت، خاطرتون باشه سر اخباری که دارم میگم مال بالای 10-15 سال پیشه ها. خب اما یه بزرگترایی که اون موقع بیشتر اخبار رو حواسشون بود، شاید جوان‌ترها اون موقع بیشتر سرگرم کارتون دیدن بودن، یادشون نباشه، اما همیشه مخصوصا تو فصل زمستان یه درگیریایی بود. اینا شروع کردن یارکشی کردن، رو رسانه‌های اوکراین کار کردن، آدماشون رو تو اوکراین به قدرت رسوندن. تا اولین کاری که یعنی یه غیریت سازی کردن. یعنی چی؟ یعنی مردم اوکراین خودشون رو از روس‌ها جدا می‌دونستن، در حالی که اینا زبانشون، نژادشون، همه چیشون یکی و خاطراتی که مال زمان جنگ جهانی بود رو زنده کردن. خب تحریک می‌کردن روس‌ها رو که وارد بازی این جنگ بکنن. یعنی طراحی شده بود که یا روسیه باید کوتاه میومد، ناتو همینجوری گسترش پیدا می‌کرد، و یا باید وارد جنگ می‌شد که این از پیش
در واقع برنامه‌ریزی شده بود. اینا آموزش دیده بودن. اوکراین سومین کشوری بوده که حضور نظامی در عراق داشته. اینو بدونید. اینا یه جایی ما خودمون مثلا دلتون میسوزه برای این اوکراینی، برای مردمش ما هم دلمون میسوزه، اما واقعا برای دولتش و نظامیاشون نه. خب اینو به شما بگم، نه که مثلا حالا مثلا از روسیه خوشمون بیاد، نه، اما چپار راست فرق گور پدر جفتشون. خب اما واقعیت ماجرا اینه که بدونید در عراق به عنوان سومین کشوری بعد از آمریکا و انگلیس حضور پررنگ نظامی بر مبنای تعداد نفر سرباز و نظامی که حاضر شده در عراق، اینا دستشون تا آرنج در خون مردم منطقه، مردم شیعه و سنی عراق اینا دخیله. خب آرام آرام اینا آمدن جلوی غیریت سازی کردن. یعنی چی؟ یعنی من از تو متفاوتم، فرهنگ من با تو فرق. همین کاری که مثلا امروز تو کردستان ما دارن میکنن، همین کاری که در جمهوری آذربایجان دارن میکنن. نزدیک 14-15 هزار روس تبار رو اینا کشتن. همین نازی‌های اوکراین که الان جزء مخالفای 100% جدایی این 20% از اوکراین. اینا دقت بفرمایید. من حالا یه نکته‌ای دارم میخوام براتون وقتش میگم که خیلی روی این اخبار و این رسانه‌ها، این بازی‌ها و اینا اعتماد نکنید. نمیتونیم قطعیت بدیم اما احتمال میتونیم بدیم. خب روسیه باید میپذیره. فکر کنید مثلا ایرانی‌های مثلا مقیم امارات 14-15 هزار نفرشون بکشن. هر روز شما مطالبه دارید، چیکار دارید میکنید؟ چه شما بیورزه چرا کاری نمیکنید؟ خب این فشار میاره دیگه بر حکومت. آخر روسیه در این دام افتاد و اینا از قبل تمام این کشاورز نبودن، آموزش نظامی دیدن، استاد جنگ‌های نامتقارن شده بودن. اصلا برخی از اینا میگن، برخی از نظامی‌ها میگن که اینا تجربه جنگایی که در خاورمیانه آمریکایی‌ها به دست آورده بودن و ناتو به دست آورده بود در افغانستان، اینا رو همه رو آوردن روی اوکراین سوار کردن و روسیه رو گیر انداختن. روسیه هم تصورش این بود مثلا دومین قدرت نظامی جهان میتونه با اینا مقابله کنه و واقعا مونده بود. اولا هیچ عارضه طبیعی نبود، هر چی میگرفتن روز اینا میگرفتن، شب اونا پس میگرفتن. هلیکوپتراشون با دوش پرتاب میخورد، ماشیناشون، تانکاشون. همین الان دید تو استفاده از پهپاد، الان پهپادهای انفرادی، خب اثر شما دیدید اینا آموزشی هاشون تو سوریه اومد، ارتش سوریه رو فلج کرد و تروریست‌ها تونستن سوریه رو بگیرن. آموزش همین اوکراینیا بود. یه پهپاد کوچیک میتونست یه تانک رو نابود بکنه. هزینه‌های خیلی زیاد رو دست روسا گذاشتن. چند ده هزار کشته، زخمی. بعد از اون طرف هم پک تحریمی رو با ما تست کرده بودن. یعنی با ایران پک تحریم رو تست کردن، واقعا اینا رو انداختن توی هچلی. تحریم نه اینکه ما داریم. خب حتی تیم فوتبال روسیه هم تحریم، تو جام جهانی راش نمیدن. بکن به اینا فکر کن. چرا؟ چون کشور متجاوزه. یعنی انقدر با این ور رفتن تا این وارد خاک یک جای دیگه بشه. برای ما چرا نمیتونن اینجوری تحریم کنن؟ برای اینکه ما به جای تجاوز نکردیم. خب برای چی سر ماجرای پهپاد اینقدر میگن ایران داره کمک به ایران، به اینا پهپاد میده؟ به خاطر اینکه حساب ما رو با حساب روسا یک جا بذارن و بتونن تحریم‌های بیشتری از این جنس بر ما. تحریمایی که دیگه عملا فرهنگی اجتماعیه. دقت می‌کنید؟ یعنی به اثر تو اوضاع اقتصادی هیچ کار دیگه بیشتر از این نمیشه ایرانی‌ها رو تحریم کنه، بدون تموم شده. خب همین کاری هم که اخیراً دارن انجام میدن، ترامپ می‌خواد انجام بده، تو حوزه شیپینگ، یعنی اینکه کشتی‌هایی که نفت میارن صادر می‌کنن اونا رو تحریم کنه و بنادری که اینا میرن اونجا پهلو میگیرن. باز راجع به اینا نکته دارم، نظر شما خواهم گفت. خب عملا این غیریت شکل گرفت، درگیری شکل گرفت، یعنی یه بازی فرهنگی اجتماعی، اختلاف فرهنگی اجتماعی کشید به یک مسئله انقلاب‌های رنگی سیاسی شد. اونجا انقلاب نارنجی شکل گرفت اگه خاطرتون باشه و آرام آرام اثر رسانه‌ای که غرب گذاشت. فکر کنید کشوری جزو شوروی بوده، یهویی جدا شده، با رنگ و لعاب و زرق و برق غربی‌ها مواجه میشه، آرام آرام وام میده. مثلا فکر کنید افرادی که اونجا به قدرت میرسوندن، مثلا یولیا تیموشنکو یه نخست وزیر زن اینا بود که موهاشو خیلی مدل خاصی میبست. خب مثلا فکر کنید برای موهای این آدم بهش رأی دادن. همین دقت کنید، موهاشو یه جوری میبست شبیه میباف، شبیه تاج میشد. حالا دوستان عکسش هم بزنن، اشکال نداره بچه‌ها. بعدن همین آدم به 7 سال زندان به خاطر اختلاس محکوم شد. یعنی خودش سردست دزدا بوده اما مردم اینا رأی داده بودن. ببین ذائقه اینا غربی شد. که یه کار به یه جایی رسید به یه دلقک به معنی واقعی کلمه. واقعا بعضی از کارهایی که این روی سن انجام داده رو نمیشه بر مردم گذاشت. یعنی فکر نکن یه کمدین عادی بوده. خب یه کمدین جنسی بود، یعنی کمدین عادی که بگه طنز فاخر داشته همین نبود. خب بالاخره تونستن این آدم رو، یک یهودی صهیونیست رو آوردن اونجا به قدرت رسوندن.
و او بخشی از پروژه شرکت‌های صهیونیستی بود. خب زمینه اونجا باید حاکم بشن، صاحب بشن. عرض کردم قبلا مفصل صحبت کردم. بلک راک اومد وسط. بلک راک که سهام داشت در شرکت‌های نظامی از F35 تولید میکنه تا سامانه تاد، شرکت‌های دیگه ای هم درش سهام داره و عملاً مؤثر بر اونها که از بذر تروریخته گرفته، بذر گیاهان گرفته دارن تولید میکنن تا سموم و آفتکش‌ها که برای کشاورزی. خب اوکراین وارد نبردی شده، دار و ندارش داره مستهلک میشه، داره کشیده میشه. ببینید بیش از 500,000 نفر کشته تا الان. فیلمایی هست که به زور اینا تو خیابون جووناشونو میرن و بفرستن جنگ. من اینا رو لطف باز دوستان بکنه فیلماشو بذارن ببینید. چه فایده نداره به چشم ببینید. به زور اینا رو میگیرن مثلا میبرنشون سربازی. Нема протоколу, що ви робите? Що ви робите? Дивіться, люди пакують, що це таке беззаконня якесь? Що ти робиш? و وقتی شما میگه مثلا 400 500 هزار تا کشتی رو بعد ضرب در یه عدد معقولی بکنید که میشه تعداد معلولین اینا. خب یعنی رسما تهی شد اوکراین. دار و ندارش، ذخایر ارزی، پول، هر آنچه که داشت از بین رفت. تو همین ایام در واقع درگیری نزدیک معادل تولید 8 میلیون تن گندم که خیلی زیاده، فکر نکنید کمه، 8 میلیون تن گندم سالانه رو تو زمینایی که فقط روسیه ازش تصرف کرد دست داد. روس‌ها درسته 20% زمینای اوکراینی گرفتن، اما تو خط ساحلی بیشتر پیشرفت کرده. شاید میگم 50% خط ساحلی که گفتم بسیار استراتژیک بود برای همه تو دریای سیاه، اونا رو هم به دست آوردن. خب حالا اینا وقتی اعتراض شد در آمریکا که چرا ما داریم از مالیات میدیم به اینا داریم پول میدیم، گفتن نه ما به اینا وام میدیم. گفتن خب وثیقه وامشون چیه؟ گفتن زمیناشون 100 ساله. بعضیا میگن منابع و زیرزمینی رو ترامپ برداشت برده، نمیدونم آمریکا مقابل. نه این نیست، روزمینی رو هم برده. اینا رو همه رو بلک راک اومده با اینا بسته. خب سهامدار اون بانکاییه که با اینا طرف قرار دادن. 100 سال عرض کردم حاصل خیزترین زمین‌های دنیا. اصلا اونجا انقدر آب شیرین هست لازم نیست شما برای انتقال آب پروژه‌های ویژه یه پمپی بذاری که هم رودخونه است کنارش در واقع اونجا آبیاری میشه. مثلا پرچم اوکراین همینه، اون آسمان آبی و زمینی که پر از گل‌های زرد شبیه این مزارع گلزا که حالا خدمت شما عرض کنم بعضیا به اون تشبیهش میکنن، هرچند خب این قدیمی‌تره. ببینید ما تا اینجای ماجرا رو باید میگفتیم تا یه مقدمه‌ای باشه که ببینیم ما اوکراین چی شد. خب حالا اروپایی‌ها پشت اوکراینن چی میگن؟ میگن اگر اوکراین شکست بخوره روسیه طعم پیروزی رو چشیده، بعدی لهستانه، بعدی شاید رومانی باشه، همینجوری باید بیاد جلوتر تا به موانع طبیعی برسه. دقت کنید الان بین روسیه و اوکراین موانع طبیعی وجود نداره. یه کوهی باید برسین، اولین کوهستان‌های از اینجا توی وسطای رومانی و تا اونجا برسن. خب اینا نگرانن، اروپایی‌ها نگرانن، خود امریکایی‌ها در نگران کردن بیشتر اینها خیلی نقش داشتن. یعنی حکایت اون در واقع ماجرای عملیات روانی که مولا نصرالدین کرد، می‌خواست صف نونوایی بود چی بود خلوت کنه، حکومت میگه اونور حلی میدن، انقدر مردم رفتن و خودش هم باور کرد. غربی‌ها واقعا متأثر از عملیات روانی امریکایی‌ها هستن و عمده این طراحی توسط اندیشکده‌ها صورت گرفته، از دستگاه امنیتیشون صورت گرفته، در زمان دموکرات‌ها پررنگ‌تر انجام شد. الان تصورتون ترامپ اومده متوقف شد. من می‌خوام امروز تو این جلسه بگم اشتباه دارید می‌کنید. مثلا اینطور نیست. ترامپ داره دقیقاً بهترین بازی رو بازی اون انجام میده. اصلا اشتباه نکن. من واقعاً هوشمندی این طراحی غبطه خوردم. خب که خیلی طراحی قشنگه. البته گذر زمان کارو در واقع بهتر میکنه و تحلیل ما کالیبره میشه، دقیق‌تر خواهد شد. چون ما این طرف نشستیم نه اطلاعی داریم از تصمیمات پشت پرده، اونا فقط بعد از آن چیزی که در ظاهر است و در واقع اون کسایی که منفعت میبرن بتونیم تحلیل بکنیم و اخبار رو رصد بکنیم و اون شناختی که از عملکرد هر دو تا اینا داشتیم، یعنی روسیه و آمریکا. خب شما دیدید چه اتفاق افتاد. دموکرات‌ها حمایت می‌کردن، اروپایی‌ها میگفتن این سنگر ماست، این لجمنه
لبه جلوی میدان نبرد غربی است، بعد اینجا حتما روسیه درگیر بشه. رس روسیه هم کشیده شد، یعنی پوست روسیه هم کنده شد تو این اسناد. یعنی این همه کشته دادن، بالاخره اینا هزینه داره، اینا بیمه دارن، نمیدونم کلی ماجراها داره، هزینه اجتماعی فرهنگی اجتماعی داره براشون. تحریمایی که روشون پیاده کردن، شما فرض کنید مثلا تیم فوتبال مملکت خودمون اینجوری شده، مردم چیکار میکردن؟ و اینا همزمان بدونید که قشر جوان و نوجوان در روسیه دوره شوروی یادشون نیست. خب اینا خیلی هاشون غربگران، کسایی که روسیه رفت آمد دارن بپرسید، خیلی هاشون غربگران، یعنی نگاهشون به اون طرفه. این رفتار هزینه‌زا میدونن. چندین مرتبه از جنس اتفاقاتی که در اوکراین و گرجستان رقم زدن خواستن تو خود روسیه هم رقم بزنن. هیچ بعید ندونید تو آینده این کارو خواهند کرد. این نیست، اون سر جای خودش ثمره‌شو خواهد داد. طراحی کردن برای 20 سال بعد دارن زحمتشون میکشن، نوش جونشون. خب تو کوفتشون بشه. اما میخوام بگم نابرد رنج گنج میسر نمیشود، باید زحمت کشید. قرآن هم میگه لیس للانسان الا ما سعی. انسان میگه، نگفته لیس للمؤمن، نگفته لیس للکافر. هر کی سعی بکنه به نتیجه زحمتش میرسه. دارن زحمت میکشن، برنامه‌ریزی میکنن. نه مثل مملکت ما برای 6 ماه برنامه وجود نداره. خب هر کس خوش یه چیزی میگه، یه قانون میذاره میذارن زیر سوال. یه چیز عجیب غریبی داریم دیگه، این سیستم اشتباه ما. نه اونا برنامه‌ریزی میکنن، دولت‌ها هم عوض بشن، اون اصول و اون استراکچر اصلی تغییری نمیکنه. خب فشار روس‌ها از یک طرف، یعنی از چه جهت؟ از این جهت که ما باید یه مسئله دیگه هم اینجا آنالیز کنیم. شاید بگم فشار روس‌ها استفاده این عبارت دقیقی نبود، اما این به این معنی که آمریکایی‌ها یه نگرانی پیدا کردن. گفتم ما روسیه رو اونطور که می‌خواستیم تحریم کردیم، الان هم می‌خوام برم تو تحریم نفتیش دیگه. همزمان که شما الان حواستون به این چیزا پرته، خوبه بدونید مثلا یک بندر در چین به خاطر اینکه کشتی‌های حامل نفت روسیه اونجا پهلو گرفته دارن، کشتی‌هاشون از ما کوچیک‌تره، الان تحریم شده. یعنی همین الان ترامپ داره این کار تحریم رو انجام میده، این دیگه کار بایدن نیست. و جالب بدونید یعنی در دولت ترامپ داره صورت میگیره. اینا تحریم‌ها چه تحریم‌های کنگره است، یعنی باید گوش کنه اصلا رئیس جمهور. خب این که شما میدیدید که زلنسکی هی اشاره میکنه به کنگره انگار مثلا از ترامپ جداست، این برای یه چیزی هست که داره این حرفو میزنه. خب یعنی یه اختلافی اونجا هست، از این امید داره به سناتورای در واقع دموکراتی که در اونجا هستن و طرفدار اوکراینن. خب دقیقاً مثل همین ماجرای ایران خودم، از ما با ایرانی‌ها مذاکره میکنیم، از ما تحریم‌ها رو تمدید میکنیم. این چماق و هویج این سیاست قدیمیه، یه روش جدید نیستش. خدمت شما عرض کنم معروف اصلا. یه مسئله در مورد ترامپ، ببینید در به قدرت رسیدن ترامپ دور قبل روس‌ها نقش داشتن. من اعتقادم اینه، یعنی اون بحثی که میگفتن اینا تاثیر گذاشتن رو شبکه‌های اجتماعی و نمیدونم روی رأی‌های الکترال و نمیدونم چه، بیراه نیست. حتی مسائلی مطرحه که در گذشته دهه 60 یا 70 میلادی ترامپ پیوست و مثلا توسط روس‌ها، توسط شوروی حسابات به کاگبه جذب شده بوده باشه، یه همچین چیزای مطرح. من با این کار ندارم، چون ما نمیتونیم راجع به این قضاوت بکنیم. خب اما در عمل باید ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب این دوره ترامپ با رأی بالایی رأی آورد و با قدرت رئیس جمهور شد. مثل دفعه قبل در واقع اینجوری نبود که با اینکه رأیش از هیلاری کلینتون کمتر شد، اما کالج الکترال ها پیروز شد و رأی آورد. یعنی این سیستم تخیلی داره انتخابات آمریکا. در مجموع رأی هیلاری کلینتون 3 میلیون بیشتر بود و بنا هم بود بعد از یه سیاه‌پوست یه زن رئیس جمهور بشه. اصلا تردید نکن، طراحی اونها این بود. اما خب حالا ترامپ رئیس جمهور. بعد یعنی اینا میگفتن همیشه متهم بود که تو با روسا در ارتباطی و نمیدونم چه و چه. خب من میگم نمیتونیم قضاوت بکنیم دیگه، عمل کردشو ببینیم. حالا اومدن ببین چه اتفاق افتاده. این پس زدن روسیه و اینکه بالاخره چین و روسیه آرام آرام دارن کنار هم قرار میگیرن. ببینید این یه خطره برای آمریکا. اینو بارها اندیشکدهاش گفتن، میگن دو تا قدرت بزرگ اتمی، نظامی، اقتصادی جهان و اینا که اومدن با هم جمع شدن بریکس رو دارن درست میکنن، با هم دارن دلار رو دارن میذارن کنار. ببینید اینا بسیار برای آمریکا خطرناکه. امریکایی‌ها الان به این نتیجه رسیدن ما نباید کاری کنیم روسیه چاره‌ای جزی نداشته باشه بره تو ساید چین بیسته، بره سمت چین بیسته و قرار بگیره و اون موقع اون قدرت اقتصادی چین در کنار قدرت نظامی
و غذایی روسیه چون خودکفاست و صادرات انجام میده، سالی 45 میلیون تن فقط صادرات گندمشه. خب این خطرناک میکنه، یک ساید اون طرف میسازه، یک گروهی میسازه اون طرف که میتونن پدر آمریکا رو در بیارن. باید چیکار کرد؟ باید با روسیه همینجور کجدار و مریض پیش رفت. همین مدلی که در مورد ایران انجام داد. یعنی چی؟ یعنی همونجوری که میگن ایران رو مستهلکش کردیم با تحریم ها، روسیه رو مستهلک کنن. همین الان برنامه اصلی عرض کردم، شبکه مالی و نفتی روسیه رو دارن میزنن. شما دعوای زلنسکی با ترامپ میبینید، من چند قبل ترش رو میبینم که چی؟ تحریم‌های روسیه در زمان ترامپ هم تمدید شد. اما همون تحریم‌ها. پس چی شد؟ بعدش نمیاد. برای چی باید یه رقیبی رو بهش قدرت بده؟ هرگز این کارو نخواهد کرد. خب روسیه رو باید کشید جلو. دو، خرج اوکراین رو انداخت گردن اروپایی‌ها. درسته؟ همینا که کنار هم دیگه میچینیم و از اون طرف هم زلنسکی هم یه سری اتفاقات در داخل داره. نمیتونه به این سادگی یا بپذیره 20% خاکش بره. نمیتونم جنگو دیگه ادامه بده. درسته؟ چیکار باید بکنه؟ باید بپذیریم 20% از خاکش شده بشه. سالها این روی گرده بحث‌های این نئونازی‌های اوکراین، یعنی که شدیداً ضد روسن، با اینا به قدرت رسیده. رأی اینا رو داشته. حالا چی باید بهشون بگه؟ باید بگه من مجبورم. فلذا کل اتفاقی که دیروز دیدید میتواند یک بازی باشد، اونم مخصوصا توسط یک کسی که به قولی بر نخوره به برادران عزیزمون، بالاخره بونگایی آقای ترامپ و تو کار املاک از این کارا الا ماشاءالله بلده. این تصاویری که از این چیز اومده بود بیرون، آدمو یاد اون مسخره بازیاش تو بازی کشتی کج مینداخت. عین همون کاراش، این همون کارا رو انجام. یعنی میتواند این مسئله یک بازی رسانه‌ای باشد. اهداف جدی در پیش داره. من چند تا نکته رو یادداشت کردم خدمت شما عرض میکنم. اولا حساب کار دست چینیا و ایرانیا بیاد با این رفتار. ببینید ما کسی که باش بودیم هم اینجور رها میکنیم. شما که اصلا جا خودش، شما اصلا دشمنید، بدونید انقدر تند برخورد میکنید. ترامپ خیلی دوست داره بلوف بزنه، نه که همه رفتارش بلوف باشه، نه، کسی که بلوف زنه باید یه دو سه جا هم خیلی محکم بره جلو که دقیقاً مردم به همون رفتارهایی که خیلی محکم و با تجری انجام داده استناد کنن تو ذهنشون. یعنی میخواد یه جنگ ادراکی داره انجام بده. دو، یه پیام برای اروپایی‌ها داره که من اصلا باهاتون شوخی ندارم، خرجشو باید خودتون بدید، من نیستم. بس ترامپ فراموش نکنیم این یه آدم از نظر اقتصادی نشنالیسته و میخواد آمریکا رو تقویت کنه. این نیستش که اجازه بده کارخونه‌های آمریکایی برن توی چین تولید بکنن، نه، میخواد تعرفه ببنده. همین کارو داره با کانادا داره انجام میده. یعنی رفتار دیوانه‌واری که از خودش نشون میده بخشی از راهبرد و استراتژیشه. شما دید وقتی بود جلو کانادا خیلی محکم صحبت کرد، بعد از اون طرف هم میبینی هی با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه، هی تعریف هم ازشون میکنه. یا مثلا در مورد غزه وقتی اون حرفو زد یه محکم پاسخ گرفت، گفت البته این توصیه من بود، این مدل من بود، حالا نمیخوام گوش کنم، گوش نکنم. میبینید یعنی این مدل رو محکم میاد جلو، میخواد بسنجه. دقیقاً مثل کسی که میخواد بره یه ملکی بخره، یه قیمتی میده ببینه طرف واکنشش چیه. این سالها تو حوزه املاک کار کردین، اصلا خلق این آدمه. خب یعنی هم میخواد هزینه‌ها رو دوش روسیه بندازه، رو دوش اروپا بندازه، از این طرف هم اروپایی‌ها هم حساب کار دستشون بیاد. خب خیلی اتفاق جا خوبی افتاده. روسیه که پدرش در اومده، تحریم شده. اروپا هم بی‌نیاز شده از گاز روسیه. گازم که الان داره از خود آمریکا وارد میکنه. ادامهش آمریکا دلارش تقویت شده، یورو تضعیف شده. خب فقط الان مسئله مونده چین. یه نگرانی داره که روسیه سمت چین نداره، یه خورده نره، روسیه رو میکشه این طرف. البته معامله خوبی هم میکنه. کل معادن اوکراین 500 میلیارد دلار، عدد یه بار دیگه مرور کنید، 500 میلیارد دلار. و زمین‌های بالا که زمین‌های کشاورزی 20% که روسیه گرفته، 80% این طرف. زمین‌های مهم و بزرگشون که اونایی که کشت صنعتی درش صورت میگیره در خدمت شرکت بلک راک امریکایی قرار میگیره، صهیونیست امریکایی. و این همه کارش انجام داده. مسئله دیگه، ترامپ خیلی براش مهمه که پایگاه و جامعه رأیش از دست نده.
یعنی این باید در درون آمریکا محبوبیت داشته باشه، هزینه زا کنه برخورد با خودشو. متوجهید؟ برای همین رو اون قصه ترورها اتفاقی که براش افتاد و خیلی داره خوب سوار میشه. عمدن میخواد اطلاعات ترور جان اف کندی رو لو بده، میخواد به بخش از اسنادشو افشا کنه که یه خط و نشانی بکشه برای همه که کسی سمتش نیاد. برای اینکه مردم رو بتونه سمت خودش نگه داره باید چیکار کنه؟ به عنوان یه قهرمان ملی هم خودش هم وزیرش بیان وایستن، معاونش اینا. شما مثلا دیدید تو این برنامه که اتفاق افتاد، طرف اون بغل وایسته میگه تو چرا کت شلوار تنت نکردی اونجا؟ اینجا میدونید چی، اینجا کاخ سفیده، باید عذرخواهی کنی. یا فاکس نیوز که اصلا شبکه نزدیک به ایناست، شبکه نزدیک به جمهوری خواست. خب یه چه جور داشت صحبت میکرد، چطور خط و نشان میکشید. مثلا زلنسکی رو دعوت کرده، میگه همین الان باید عذرخواهی کن تو برنامه زنده. خب از این برم این زلنسکی هم نیاز به همچین کاراکتری داره که بگه من نه، ببینید جلو آمریکا سرخم نکردم، برای مردمش همچین جایگاهی پیدا کنه که بعدن خواست بهش بدیم بره، به قولی 20% رو بده بره، بگه ببین من چاره‌ای نداشتم دیگه، مجبورم. و اینا من از شما دفاع کردم، من از شما حفاظت کردم. یک مسئله دیگه که حالا به قول این الان یه اتفاق، معمولا تو تحولات آدما تو بالا پایین شدن ها، آدم اگه هوشمند باشه میتونه بپره جای بالاتر قرار بگیره. خب الان یه فرصتی، الان این تهدیداتی هم داره برای چی؟ اولا اینکه روسیه‌ای که مسیر تضعیف به این شکل بود تا یه حدود خودش میتونه پیدا کنه. وقتی جنگ تموم بشه بالاخره پوتین هم آورده خواهد داشت، میگه رفتیم جنگیدیم اینقدر کشته دادیم، نگاه کن بالاخره مثلا این زمین ها رو برای خودمون کردیم. اون مسئله‌ای که اینا روس سوارا رو میکشتن، ببینید تا حد زیادی من دفع کردم و اینا رو الحاق میکنم و نمیدونم چه و چه و چه. این یک. دو، اروپاییان، ببینید الان تقریبا تمام رهبران اروپایی، من دیشب نگاه میکردم حتی توییتم زدم، همه دارن از زلنسکی دفاع میکنن، تعریف میکنن، تمجید میکنن، تو هنوز سنگر اصلی نبردی و فلان و بهمان. خب این خطر رو وجود میاره که اروپایی‌ها بخوان جدا بشن از امریکا، از زیر یوغ آمریکا بیان بیرون. که صراحتاً مکرون توییت زد و اشاره کرد، میگم از قبلا هم گفتم، دفعه قبلم در زمان دموکرات‌ها مکرون یه همچین پالیسی رو فرستاد، پدر جد فرانسه رو آوردن جلو چشش دموکرات‌ها. چیکار کردن؟ تو ماجرایی که سفر رفت به چین با شی جین پینگ دیدار داشت، در مورد مانور نظامی مشترک و این صحبت کرد و اینکه اروپا جداست، چین جداست، آمریکا جداست، ما منافع خودمون رو داریم، هرچند با آمریکا نزدیک‌تریم. خب و همونجا هم از چین خواست که از نفوذی که روی روسیه داره و همکاری که با روسیه دارن بخواد که مثلا ماجرا اوکراین رو زودتر مثلا جمع بکنن و اینا. وقتی برگشت خیلی نگذشت که چنان فرانسه به آشوب کشیده شد. یه قصه عین قصه خانم مهسا امینی تا اونجا، فقط اینجا قصه پلیس و یه خانومی بود، اونجا قصه پلیس و یک آقایی بود. همون مدل انجام شد، خاطرتون باشه، ریختن بیرون و به فرانسه امریکایی‌ها فهموندن، گلوبالیست‌ها فهموندن، دموکرات‌ها فهموندن که شما حق ندارید مثلا از این زیر این نقشه ما، این پلن ما، فرماندهی ما برید بیرون. حالا این اتفاق داره میفته، یه فرصتی، این فرصت خوبی برای ایران. خب ببینید الان در مورد صادرات منتها بعد یه کاری در داخل کرد، یه وقتی ما خودمون ناترازی گاز داریم، چطور میتونیم مثلا صحبت کنیم راجع به صادرات گاز به اروپا؟ متوجه چی میگم؟ اما از این شکافی که شکل داره میگیره بین امریکا و اروپا باید نهایت استفاده رو کرد. یعنی این تردید نکنید، حتما پیش بینی میشه الان از همین روزهای آینده پوتین بلند بشه بره این کشورهای اروپایی رو چرخیدن که بگه دیدید آمریکا مثلا، یعنی اونم دنبال بازی خودشه، هر کسی دنبال بازی خودشه. خلاصه عرضم اینه که بله این اتفاق افتاد، چه یه تئاتر نمایشی بود، یه بازی بود، چه واقعیت در عمل نشون داد آمریکا تاش. در عمل اون 80%، اون 20%، منابع زیرزمینی، 500,000 تا کشته، همه اینا رو این اوکراین از دست داد. در عمل اوکراین نابود شده است، اصلا فرقی نمیکنه انگیزه آمریکا چی بوده، فیلم بوده، بازی بوده، این در اینکه اوکراین نابود شده چیزی ازش نمونه که اصلا تردیدی نیستش. خب میمونه بقیه‌اش. خب امریکا یعنی این کسی هیچ کی رحم نمیکنه، ما باید حواسمون باشه. کسی میخواد بره مذاکره کنه باید بدونن، البته من کسی نیستم بخوام تعیین کنم برای کشور مذاکره باید صورت بگیرد یا نگیرد، ما معنی تحلیلگر نظرمونه. اما اگر نظام به این نتیجه رسید میخواد برن مذاکره بکنن باید بدونن شما با اینا طرفی. این کسی که با رفتارش با دانمارک اروپاییه، با کانادایی که دیگه تمام قد اصلا بچه آمریکا محسوب میشه، بگیم به واقعا این که ترامپ میگه یکی از ایالت‌های ما بیراه نیست، واقعا یکی از ایالت‌هاش انگار. خب وقتی این برخورد انجام داده با اوکراینی که تمام قد در خدمت آمریکا در اومد،
جووناش و تاریخش و آیندهش و همه چیزش رو فروخت در راست منافع امریکا و غرب. ببین چه برخوردی داره صورت میگیره. اروپایی‌ها باز خورده دارن شکل کار رو رعایت میکنن، خب اما آمریکایی اصلا همینه که اینجا بیارنش بنشوننش تحقیرش کنن. طرف خبرنگار من پیش از اون بالا وایساده، چرا کت شلوار تنت نکردی، تو چرا فلان نکردی، تو اینجوری برخورد بکنه. خلاصه این که من برداشتم از این ماجرا این که گزینه دوم بیشتره، یعنی این حالت نمایشی. چون بلافاصله بعدش هم پیامایی که فرستادن اوکراینی که نه ما حالا یه تردیدهای شکل گرفته اما مسئله رو حل می‌کنیم، نباید بذاریم دعوایی صورت بگیرد، بعد بگذاریم فلان. ممکنه هم از واقعی بوده باشه که اصلا هیچ همون تحلیلی که هست، اما واقعی نبوده باشد هم بدونید این اتفاقات داره میفته. یعنی ما کاری نداریم واقعی است واقعی نیست، هر چه هست نهایتا این اتفاقات خواهد افتاد. این داشته ها رو داشته برای غربی‌ها و امریکایی‌ها و این ضررها رو داشته. خب اینا باید دقت فراوانی بکنیم. برای بازی ایران با چینی‌ها هم فرصت خوبی فراهم شده. ببینید الان 6-7 تا کشتی ما رو اخیراً باز اینا تحریم کردن. خب اگر کشتی تحریمی به به یه بندر برسه، اون بندر هم تحریم میشه. خب الان چین یکی از بنادرش تحریم شده. متوجه الان وقتش اینه که چینی‌ها الان نگرانن که عجب روسا رفتن به آمریکایی‌ها نزدیک شدن، الان وقتشه که ما بریم با چینی‌ها نزدیک بشیم، ببندیم، فروش نفتمون رو تقویت بکنیم. باشه کشتی تحریمی به بندر تحریمی میشه، در عوض پولی که میخواد برگرده چقدر؟ من اشتباه نکنم از 10 میلیارد دلار اشتباه نکنم پول هست توی بانک‌های چین مونده. خب اینو باید برگرده. اگر قرار نیست مثلا به صورت پول برگرده، بالاخره شما این پولو می‌خواست بگیری باشه چیزی بخره، همون کالا الان وارد بشه، یا بیاد الان خرج زیر ساخت‌ها بشه، دستگاهی قرار خرید ژنراتور خریده بشه، لوکوموتیو برای بخش ریلمون قرار خریدار بشه، هر چی که هست الان باید تا میتونیم فروش نفتمون رو با چینی‌ها با قیمت بالاتر حتی بریم ببندیم. اینم فراموش نکنید بگید خب الان باعث میشه مثلا روسیه و چینی‌ها با هم میرن از همون نفت میخره. نه، چینی‌ها تو سیاست‌هاشون همیشه این بوده که هیچ وقت نباید وابستگی محض به یک کشور داشته. معمولاً میزان واردات انرژیشون از یک کشور از 10% بیشتر بشه سعی میکنن کنترلش کنن، مدیریت کنن. همین الان دارن چنج میکنن از رو عربستان، چون عربستان هم خورده نگرانن. خب یک فرصتی برای ایران فراهم شده. همزمان خوبه بدونید الان امریکایی‌ها به عراقی‌ها فشار آوردن تا اجازه بده روزانه چند صد هزار بشکه نفت و کردستان صادر کنه که بتونه جایگزین نفت ایران بشه. یعنی امریکا حتما برنامه داره برای اینکه تحریم کنه نفت ما رو جایگزین بکنه. خب ما دقیقاً باید بریم سریع عمل بکنیم. یکی از این دوستان ما که ایرانی چین بود و در واقع ارتباطاتی داره اونجا میگفتش که خود چینی‌ها برگشتن گفتن آقا چرا هیچ پیامی از سمت شما نمیاد الان؟ خب الان ما سفیر ما اصلا یک ثانیه نباید بخوابه اونجا، اصلا خواب و خوراک نباید داشته باشه. وزارت خارجه ما همینطور. باید تا میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، همون اول بگیم آقا چینا بالاخره نگرانی دارن، میگن روسا به امریکایی نزدیک شدن. خب الان این فرصتی که ما باید بتونیم بریم فروش نفت که از اصلی ترین مسائل ما بوده. خب همین الان میتونیم چینیو بریم ببندیم. بابا یه بانک استانی چین بارها عرض کردم کل کشور ما رو نجات میده. اصلا 200 میلیارد دلار برای پولی نیست. خب مشروط بر این که شما سازوکارش درست چیده باشه و درست عمل کرده باشه. در نهایت من توجه شما رو به یه نکته که رهبر انقلاب 3 سال پیش اشاره کرده بودن میگم. عبرت اول در قضیه اوکراین این است که پشتیبانی قدرت‌های غربی از کشورها و دولت‌هایی که دست نشانده آنها هستند یک سراب است. واقعیت ندارد. این را همه دولت‌ها بدن. ببین دقیق امروز پیش بینی شده. دقیق امروز و ایشون همون کسی که الان داره به داخلی‌های خودمون هشدار میده راجع به مذاکره با آمریکا. ببینید با این دقت، یعنی واقعا باید نصب العین قرار بدی. خدمت شما عرض کنم ماجرا اوکراین رو جلو چشتون باشه تا بفهمید چی میشه. و دیدید در اثر فشارهای ترامپ ایشون کوتاه که نعمت گفت اصلا چه وضعه، در حالی که ما دیدیم برخی از مسئولینمون چطور برخورد کردن، تا سر کوچه با خبرنگاره رفتن به قولی. خب این خیلی بد بود، هول بودن برای ما، ای پیغام پسخان فرستادن. اون با خودش میگم دیگه شما بنده خدا هم بنگاهی محل ببین دیگه، حداقل هر روز داریم یا بیا این زمین منو بخر، این زمین منو بخر. اینه یه خورده حتی بلد نبودن یه پلیس خوب پلیس بد بذارن تو این ماجرا. ببینید چه بلایی سر اوکراین اومده. آمریکایی‌ها انقدر قشنگ بدونه که یه دونه سرباز آمریکایی کشته بشه بیچاره کردن روسیه رو،
خدمت شما عرض بکنم اروپا رو وابسته کردن به خودشون. از نظر نظامی یعنی چه بلایی سر روسیه اومده، چقدر هزینه‌هاشو برده اونجا، چقدر از تجهیزات نظامیش از دست داده، چقدر کشته داده. میتونه الان دوباره وارد یه درگیری دیگه، یه جنگ دیگه مثلا بشه؟ این چه اتفاقی افتاده؟ بدون طراحی کردن، برنامه‌ریزی کردن. خب این نیستش که شما خوشتون بیاد مثلا ما بریم الان با آمریکا نه. قدرت داشتی فبا، نداشتی از اوکراین بدتر بلا سرت میارن. همین اوکراین اگر سلاح اتمی شد تحویل نداده بود والله الان این نبود، والله بالله تالله الان این نبود. روسیه جرأت میکرد بهش حمله کنه؟ مطلقاً این اتفاق نمیافتاد. چرا همین الان چرا یه سال میتونه ضربه خیلی بزرگی اوکراین الان میتونه به روسیه بزنه؟ چرا نمیزنه؟ دیگه میترسه اون اتمیه، اون روی اتمی روسیه بالا نیاد. چون دیدید صراحتاً مدودوف، پوتین رسما اسم بردن از اینکه اگر بخواد کار از کار بگذره نه تنها اوکراین، اروپا رو هم تهدید کردن. فقط کافی بود کشتی‌های حامل غذا در دریا رو بزنه. روسیه فلج شده بود. اما اینا با کشتی‌های هم دیگه کار نداشتن. چرا؟ چون میگه اگر این کارو کنم به خونه پره برسه باید تا آستانه تحمل اتمی روسیه پیش برسه دیگه تمام میزنه. اما اگر سلاح اتمی میداشت این اتفاق نمیفته. حالا قصه موشکی من شما همینه، قصه هسته‌ای من شما همینه. هر لحظه میگه ما اتم نداریم، اما اینا هر لحظه از ترسشون نمیگن ما اگر حمله بکنیم از کجا من میتونم زیر زمین این طرف اون طرف یه جایی بالاخره اینا دانششو دارن. اون موقع اینا سلاح اتمی دست پیدا خواهند کرد. بعد الان اصلا دلیل این که کشورها میگن میترسن برن سمت سلاح اتمی چه؟ تحریمه دیگه. نه ما رو تحریم نکنن. خب بسم الله دیگه بیشتر از این ایران چجوری میشه تحریم کرد؟ متوجهید؟ همین ابهام اتمی الان برای شما آورده داره. بعد شما میبینی که این افرادی در دولت ترامپ و برخی از سناتورهای نزدیک به او در مجلسشون هی میگن که باید داستان لیبی تکرار شه. لیبی چه؟ تمام دار و ندار اتمی تاسیسات داره، همه رو بار کشتی کرد فرستاد آمریکا، هیچی نداشته باشه. خب شما اینو دو دستی تقدیم کنی بعد این بلا رو سرت بیاره. تازه اوکراینی که مال خودشون بوده، آدم خودشون بوده رو باشین تا کردن. با من شما چیکار خواهند کرد؟ فلذا فاعتبروا، عبرت بگیریم. نه الکی تو فاز دشمن تراشی با کسی در بیان تو دنیا، نه اصلا حرف ما این نیست به خدا. خب نه الکی دل خوش کنیم. سال از برجام گذاشته آوردش شد. من نمیگم آی سیف گفت تقریبا هیچ. هر روز تحریما رو هم دارم اضافه تر. یه نفر خودمون یه قراردادی رو نگه داریم، زمینمون رو فروختیم و پولش هم نگرفتیم، همین قرارداد رو نگه داریم دستون بچرخیم این ور اون ور. از زلنسکی بیشتر میخواد بچرخیم این ور اون ور. هیچ کاری نمیتونه بکنه. کشور رفت. ببخشید سرتون درد آوردم. یا علی.